بریم با هم یه تست انجام بدیم که مشخص میکنه من و اجدادم دقیقا مال کدوم کشور یا کشورهاییم. برای اینکه این تست رو تهیه بکنید یه سایت داره که براتون می‌نویسم، میتونید اون رو تهیه بکنید، براتون با پست میارن و یه سری دستورالعملا داره که باید اون رو انجام بدید. قبل از اینکه این تست رو انجام بدید تا 1 ساعت قبلش نباید چیزی بخورید، نباید چیزی بنوشید و حتی نباید مسواک یا آدامس هم استفاده بکنید. این مهمترینش بود. و بعد می‌بینید داخلش یه بیلبیلک، اینو باید در بیاریم و این سرش خیلی مهمه که به هیچ جایی نخوره. باید از این قسمت پایین بگیریمش و بعد داخل دهن اینجاها و یا دور لبمون کامل اینو بچرخونیم. خیلی سفت هم باید این کارو بکنیم. تقریبا 1 دقیقه باید این کارو انجام بدیم و بعدش هم که اینو واسهشون پست می‌کنیم تا 6 هفته تقریبا جوابش میرسه دستمون. خیلی هیجان دارم، بریم ببینیم چی میشه. خب به هیچ جا نخور خوشبختانه. باید 1 دقیقه داخل دهنم محکم تکون بدم، هم اینجا هم اینجا. خب 1 دقیقه شد. حالا اینو بذارمش داخل این پاکت. اینا باید به صورت این قسمتش اون سرش مهمه، باید این قسمت قرار بگیره. میذاریم اینجا درشو می‌بندیم، باید بارکد داره اونم باید بچسبونیم و بعد پستش می‌کنیم تا 6 هفته میشه جوابش بیاد. 2000 years later. نتایج دی ان ای هم اومده بعد چند هفته. ایمیل اومده برام، بازش نکردم. میخوام با هم دیگه باز کنیم نتایج رو ببینیم. بریم. خب اینجا بقیه چیزا هم بهتون میگه، مثلا چه ویژگی های برای سلامتی اون همه رو بهتون میگه. اما برای دی ان ای خب نوشته که وسترن ایژیا 87.2%، سنترال اند ساوت ایژیا 12.8%، یعنی آسیای غربی 87.2 و آسیای جنوبی و مرکزی 12.8 که میذارم تو هر کدومش. برای آسیای غربی نوشته که ترکیه و قسمت‌های جنوبی روسیه و ایرانی 71.2%. من 70% ایرانیم. چرا واقعا باعث افتخاره. 70% من ایرانیم. بعد بازم دوباره هم تو قسمت آسیای غربی ایجپشن که میشه همون مصر و کشورهای عربی هم 16%. بازم برای ایران، یعنی توی قسمت ایران و چیز که میزنم آذربایجان توش هستش که من ترک ایرانم دیگه. چقدر جالب. برای قسمت آسیای جنوبی و مرکزی نوشته آسیا سیبریا توی روسیه است که من شنیده بودم ما قبلا یه مادر بزرگ روس داشتیم که مال روسیه بوده، حالا توی جنگ جهانی فکر میکنم اومده بوده ایران که این برمیگرده به همون. 2% هم گجراتی هنده. که این همه رو بگم توضیح میده که من از بچگی عاشق هند و فیلم هندی و این مراسم های هولی و رنگ و اینا بودم. خب میخوام یه بار دیگه این تست رو انجام بدم. خودم انجام میدم ولی اسممو به یه اسم حالا آلمانی مینویسم. میخوام ببینم آیا واقعا این دی ان ای که برام فرستادم واقعیه یا اینکه نه همینجوری الکی بر اساس اسم و فامیلمه، چون اسمم که ایرانیه، فامیلم هم توش یه رگه های عربی داره. شاید به خاطر اونه که اینو به من دادن. یه بار دیگه این تست رو میخوام انجام بدم و ببینم آیا نتایجش دقیقا مثل این هستش یا نه. اگه میخواین نتیجه رو ببینید حتما سابسکرایب کنید. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین.